اللهم على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الانهار. قرآن کریم داستان خلقت انسان رو و مسیر زندگی انسان رو و نهایت انسان رو و هدف از خلقت رو بیان کرده. ما اگر این موارد رو علم بهشون پیدا نکنیم، ندانیم اون راه درستی رو که باید انتخاب کنیم، در اون راه موفق نخواهیم بود. قرآن کریم می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. مراحل تکوین انسان رو و خلقت انسان رو قرآن بیان می کند تا آنجایی که روح رو به انسان می دمند و نفخت فیه من روحی. این شکل ظاهری شما و من رو خداوند وقتی خلق کرد فرمود و نفخت فیه من روحی، از روح خودم دمیدم. یعنی چه؟ یعنی این خصلت، این ویژگی، این شیئی رو که به شما دادم خیلی مهمه، قدرش رو بدانید. این نورانیت است. از بس که این روح و نورانیت مهم است، خداوند متعال به خودش نسبت میده. والله خدا که مرکب نیست، خدا جز که نیست که جزوش رو به ما بده. خدا که جسم نیست که قسمتی از وجودش رو به ما بده. فرمود نفخت فیه من روحی، یعنی یک چیزی رو به شما دادم خیلی مهمه، به خودش نسبت میده. اگر خداوند متعال شیئی رو به کسی داد و به خودش نسبت داد، این دلالت بر عظمت اون شیء میکند. بعد چی میفرماد؟ میفرماد خدایی که همچین موجودی رو خلق کرده سزاوار ستایش است. یعنی مردم اگه نگاه به انسانها کردید یادتون میفته که این آفریدگار چه عظمتی داره، این آفریدگار چه مقامی داره. بعد اونجا خدا رو حمد میکنید، خدا رو ثنا میکنید. بعد از این مرحله عتاب کرد. الم تروا، نمیبینید، نگاه نمی کنید ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند متعال شما رو که خلق کرد زمین و آسمان رو در اختیار شما قرار داد. بعد عتاب میکنه، میگه مگه نمیبینید از امکانات زمین و آسمان چرا استفاده نمیکنید؟ چرا استفاده نمیکنید؟ یعنی بنده خوب اگر بخواهی به مرتبه عالی از انسانیت برسی، از عمرت این فرصتی که به تو دادیم در این دنیا، از زمین و آسمان، کنایه از اینه آنچه که در دنیا وجود دارد استفاده کنید. بعد خدا معرفی میکنه، میگه این دو گروهی رو که ما خلق کردیم، یه عده‌شون و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. یه گروه از اینها که ما خلقشون کردیم، گروهی از آنها خصوصیتشون آنقدر بالاست که اینها در آخرت
در جایی قرار میگیرند جنات تجری من تحت الانهار. انسان برای گذراندن چند لحظه و لذت بردن از فضا خارج میشه، میره لب دریا، لب رودخانه. آب جریان داشته باشه، میگن آب حیات داره، آب به انسان روشنایی میده. میگه خدا جایی قرارش میدیم که از زیر پاش رود بگذره، آب جاری بشه. یعنی جایی قرار میگیرد، تشبیه میکند به مکانی که در دنیا ممکن است انسان برای آرامش خودش استفاده کنه، که فردای قیامت اینایی که ایمان آوردن ما جایگاه والایی بهشون میدیم، زندگی خوشی دارن دیگه. اونجا امتحان نیست، سوال نیست، جواب نیست، اونجا مزد و انسان میگیره. بعد چه فرمود؟ فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای کسی که ایمان آوردی، قدر دنیا رو دانستی و آنچه که من برای دنیا برات مهیا کردم در زمین و آسمان استفاده کردی، آرام در قبر بخوان، با آرامش با ما مقابله کن، جایگاهت هم معلومه، بفرما. انسان‌های خوب که تونستن از این دنیا استفاده کنن، چون در مجلس اکثرا جوانن، یه جمله اجازه بدید عرض کنم. انسان تا جوان انعطاف پذیره، خصلتشو میتونه عوض کنه، اما یک ذره عمر که رفت بالا، خودش رو بکشه نمیتونه اخلاقیاتشو تغییر بده. تا این استخون نرمه، این بدن هنوز کشش داره، این وجودی که خداوند متعال به خاطر این وجود باید خدا رو ثنا گفت، خدا رو پرستید، این وجود تا امکان هست باید استفاده کنه. بعد بشه چه؟ شخصیتی که خدا خطاب بهش میکنه با آرامش، با دلی مطمئن، قلبی آرام. حجر ابن عدی، این حجر یه جوانی بود، آمد خدمت پیامبر با برادرش هانی، ایمان آوردن. بعد پیامبر گویا یک هفته، حالا تو ذهنم دقیق نیست، بعد پیامبر فوت کرد. هم تو صفین، هم تو نهروان، هم تو جمل در رکاب امیرالمؤمنین بود، با امیرالمؤمنین ایستاد. یار با وفای امیرالمؤمنین، امام امیرالمؤمنین که از دنیا رفتن، یار با وفای حسن و مجتبی. این معاویه ملعون دنبال فرصتی بود که هجر رو بگیره. هجر رو گرفت، گفت اینا رو اگه گرفتید بیاریدشون شام. اونقدر تو راه اذیتشون کردن، 14 نفر بودن، 7 تاشون با واسطه آزاد شدن، 7 دیگه شون رو همه رو کشتن. این هجر شمشیر رو که کشیدن بیرون، یه پسرش همراهش بود، پسر جوونش، بهش گفت میخوای من رو بکشی؟ فرستاده معاویه. گفت بله. گفت اول بچه‌مو بکش. گفت تو پدری چجور دلت میاد؟ گفت میترسم این پسر من تیزی شمشیر رو ببینه، دست از ولایت امیرالمؤمنین برداره. بچهش رو کشتن جلو چش خودش، کفنش رو انداختن، قبرش هم کندن. گفت من 2 رکعت نماز فقط میخوام بخونم. نمازش طول کشید. بهش گفت که هجر، بهش گفت هجر
از مردن میترسی نمازتو طول دادی؟ گفت نه به خدا، من در عمر خودم نمازی به این کوتاهی نخواندم. بعد به فرستاده معاویه گفت که فلانی اگر مرا کشتی این قل و زنجیر رو از پام در نیار، میخوام روز قیامت خدا رو اینجوری ملاقات کنم، بعد از معاویه اینجوری تخاص بگیرم. بعضیا میگن زنده بود دفنش کرد، بعضیا میگن کشتنش، خودش و پسرش رو. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. زهیر ابن قیم کوفی بود، تو حج بود. ببینید اینا چی بودن؟ خدایا اینا چجور زندگی کردن، این معنویت رو کسب کردن، همراه با اهل بیت. آخرین نالشون هم علی بود از دنیا رفتن، حسین بود از دنیا رفتن. زهیر ابن قین بجلی رفته بود مکه، بعد برمیگشت تو راه کوفه، خیمش دورتر از امام حسین بنا میکرد که امام حسین رو نبینه. بعد امام حسین کسی رو فرستاد، گفت این کیه؟ گفتن زهیر ابن قینه. گفت برید بهش بگید که سید الشهدا کارت داره، میخواد باهات صحبت کنه. امام حسین کسی رو فرستاد که بیاد نزدش. زهیر ابن قین، وقتی اینایی که با زهیر ابن قین بودن، اخبار میگه، تاریخ میگه، وقتی شنیدن فرستاده امام حسین اومده تو خیمه و داره بهشون میگه که امام حسین میگه بیا کارت دارم، میگه سر جای خود به تعبیر ما یخشون زد. این پرنده‌ای که رو سر میشینه، انسان سعی میکنه حرکت نکنه تا پرنده پرواز نکنه، همونجا میخکوب شدن. دل هم زنش بود. بهش گفت فرزند رسول خدا فرستاده دنبالت، تو داری درنگ میکنی. بلند شد رفت خیام سید الشهدا. تاریخ نیورده سید الشهدا چی بهش گفت. بلند شد از خیام اومد بیرون، به زنش گفت دلهم من تو رو طلاق میدم. دوستان عزیزانی که اینجا هستید، من با شما وداع میکنم. هر کی میخواد با من بیاد، من میرم فرزند فاطمه زهرا رو یاری بدم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه نمونه دیگه هم اجازه بدید بگم. بشیر ابن عمرو حضرمی، این شب عاشورا که امام حسین همه رو جمع کرد، بهشون گفت چرا از اینجا نمیرید؟ برای چی جمع شدید؟ این سیاهی شب استفاده کنید، از اینجا خارج بشید. ولی خواهش ازتون میکنم هر کی میره دست زن و بچه منم هر کدوم یه نفر رو بگیره، از اینجا دور بشه. یه دفعه صدا اومد داشت با اصحابش صحبت میکرد. یه نفر از پشت خیام صدا زد بشیر ابن عمرو حضرمی، پسر تو در سرحد ری دستگیر کردن. سید شاه همینطور که داشت صحبت میکرد که بگه آقا اینا با من کار دارن، فردا با من میجنگن، شما خارج بشید. صدا رو که شنید بهش گفت که بشیر من بیعتم رو ازت برداشتم، برو بچت رو آزاد کن. جواب چی بود؟ الله اکبر. اکلت السباع حیا لو فارقتک. سید الشهدا، گرگ‌های بیابان مرا تیکه تیکه کنن اگه تو رو تنها بذارم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. خدا این گروه رو معرفی کرده، از یه طرف دیگه گروه دیگر رو معرفی کرده. انسان ها گروهی هستند که به این مرتبه والا و این مرتبه عالی میرسن. بعد گروه دوم رو ثم رددناه اسفل سافلین، یه گروهی از مردم هستن اونها رو در پایین ترین جا قرار میدیم، به مرتبه ای از خروج از انسانیت میرسن که مکانشون مأواشون بدترین جاست. پس دوباره معرفی میکنن و کان الانسان عجولا، یه گروه از مردم، همین گروه دوم که اینا از طریق راست خارج میشن، موفق تو کاراشون نمیشن. میگه انسان عجوله، یعنی عجله میکنه، فکر نمیکنه تو کاراش. لذت که میاد قدری لذت او رو فرا میگیره، سعی میکنه از این لذت استفاده کنه، عقلشو به کار نمیبره که فردا قیامته، فردا حسابه، فردا کتابه. چگونه تو این کار رو انجام میدی؟ برای 2 تا لذت دنیا، برای یه لحظه لذت بردن از دنیا. چرا این کار رو میکنی؟ بعد فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. بذار بیشتر معرفی کنم. انسان رو ما خلق کردیم، اما گاهی وقتا سر در هوا می شود. انسان، آن انسانی، اون نورانیتی که خدا از خودش به انسان داد از بین میبره. شر که بهش میرسه شروع به آه و ناله میکنه، میگه این چه دنیاییه، این چه زندگیه. خیرم که بهش میدیم شکرگزار نیست، یادش میره که ما این خیر رو بهش دادیم. انسان ها 2 گروه هم. کسانی که در قرآن کریم مورد مدحن، جایگاهشون معروف شده، و کسانی که مورد غضبن. یه قضیه رو براتون نقل کنم خیلی جالبه از تاریخ اسلام، از غدیر خم و از قصد. چون دوست ما فرمود اکثر حاضرین در جلسه جوان ها هستن، از قصد من شعر حسان ابن ثابت انصاری که روز غدیر خم حاضر بود در غدیر خم و پیامبر در حق او فرمود انت مؤید به روح القدس ما دمت معنا. حسان تو مؤیدی، تو پیروزی، تو موفقی به واسطه خداوند متعال، به واسطه عنایت الهی، تا وقتی که با ما هستیم. بعد فرمود ان الله یؤید حسان به روح القدس ما ینافخ او یفاخر عن رسول الله. رسول اکرم فرمود حسان تو مورد تأیید خدایی، تو مورد عنایت خدا هستی، مادامی که از رسول الله دفاع میکنی. چی گفت اونجا؟ رسول اکرم که دست امیرالمؤمنین رو برداشت به مردم معرفی کرد، عاقبتا ببینید چیه، دنیا چقدر بی‌وفاست. این حسان ابن ثابت بلند شد، شاعر معروف، گفت یا رسول الله اجازه میدی من شعر بخوانم و این امری رو که واجب کردی برای مسلمان ها به صورت شعر برای مردم بخوانم؟ گفت بخوان. ینادیهم، چون قصد دارم 2 تا از این مقطع شعر تأکید میکند به رسول اکرم که یا رسول الله ما صادقیم، این که از تو شنیدیم حتمیه، دست نخواهیم برداشت. ببینید بعدش چه کردن اینا. ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم فاسمع بالرسول منادیا
قال فمن مولاكم و ولیکم فقالوا لم یبدو هناک تعالیا الهک مولانا و انت ولینا ولم تلق منا فی الولایت عاصیا. شعر رو که خون گفت یا رسول الله این کلامت خیلی بلند بود، این کلامت بالای سر ماست، تو انتخاب کردی امیرالمؤمنین رو و قول تو رو هم ما تکرار میکنیم. بعد این جمله رو گفته ولم تلق منا فی الولایت عاصیا. یا رسول الله امروز به مردم گفتی، به همه ابلاغ کردی امیرالمؤمنین مولاست، از ما عصیانی نخواهی دید، یعنی کسی تخلف نخواهد کرد. فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. مردم، حسان بن ثابت میگه مردم، پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو بلند کرد، به مردم معرفی کرد و فرمود بعد از من تو امامی، تو هادی مردمی. فمن کنت مولاه فهادا ولیه فکونوا لها انصار صدق موالیا. حسان بن ثابت میگه رسول اکرم فرمود لقلقه زبان نباشه، یارای واقعی امیرالمؤمنین باشید، با امیرالمؤمنین باشید. این جمله کسانی که با امیرالمؤمنین هستن و حافظ این مقام والا هستن. اونجا پیامبر چی فرمود؟ و هناک دعا اللهم والی ولیه و کن للذی عادا علیا و عادیا. فرمود رسول خدا اینایی که ولایت امیرالمؤمنین رو در نظر دارن، خدایا بر اونها دعا کرد رسول اکرم، و اونایی که مخالفت کردن با مقام والای امیرالمؤمنین برای امامت، اینایی که مخالفت میکنن، خدایا اونها رو دشمن قرار بده، یعنی درهای رحمت رو ببند از اون. همین حسان بن ثابت، همین شخص که روز غدیر خم این شعر رو گفت، رسول اکرم که از دنیا رفت بهش گفتن حسان تو اون بیابان یادت تو اون گرما چه دفاعی از امیرالمؤمنین کردی؟ گفت بله. گفت بیا بیعت کن. گفت من بیعت نمی کنم. حسان چی شد؟ اون شعر تو وصیت رسول خدا کاری کرد دشمنی امیرالمؤمنین رو سر لوحه زندگیش قرار داد. این قیس بن سعد والی مصر بود از طرف امیرالمؤمنین. وقتی امیرالمؤمنین عزلش کرد اومد پیشش گفت دیدی چه کرد با تو علی ابن ابی طالب؟ از اون بالا زدت زمین. گفت خجالت بکش، این برگزیده رسول الله، هرچی بگه کلامش حقه. گفت نه خوردیش. کی؟ شخصی که حاضر بوده در غدیر خم. بریر ابن خضیر همدانی، اینا ببینید چی بودن، چه کردن که این نورانیت ازشون رفت. روز سوم که آب بسته بودن، این بریر دید بچه ها دارن ناله میکنن، اومد گفت به سید الشهدا اجازه میدی با این عمر ابن سعد صحبت کنم؟ این دوست جونجونی من بوده. سید الشهدا فرمود من تکلیف نمی کنم، اگه دوست داری برو صحبت کن. رفت جلو لشکر عمر ابن سعد، تا نزدیک شد اینا خواستن عکس العمل نشون بدن. گفت من رفیق عمر ابن سعدم، من زهیرم، خبر بهش بدید کارش دارم. وقتی خبر دادن گفت بیاد. رفت و سلام نکرد. عمر ابن سعد بهش گفت زهیر اولست و مسلمان؟ من مسلمان نیستم. یه نگاهی بهش کرد گفت تو مسلمونی؟ انت مسلم و آل رسول الله عطا شد. بهش گفت تو مسلمونی؟ بچه های رسول الله تشنن تو خیابون، اینا نمیدونی بچه های رسول خدا.
جواب بشنو. گفت به خدا قسم من حرمت خاندان اهل بیت رو میدانم. گفت به خدا قسم من حرمت خاندان اهل بیت رو میدانم، ولکن ملک ری قرة عینی. اما عبیدالله به من قول داده است که ملک ری رو به من بده، من نمیتونم دست بردم. این خولی این سر امام حسین رو که داشت می‌برد شام، اسب لاکی میرفت بالا، دستشو گذاشته بود جیبشو باز کرده بود، صدا میزد املأ رکابی فضة او ذهبا انی قتلت سیدا محجبا قتلت خیر الناس اما و ابا. این نامرد میدونست مقام اینها رو، اما این پولا، این زر و زیورا، این دنیا این چیزی که داره مردم رو گول میزنه. ولذا خدا میفرماد انسانها اقتضا دارن که منحرف بشن، از راه خارج بشن. این عبیدالله ابن حر جحفی اهل کوفه بود. این سعی میکرد کاری کنه که با سید الشهدا ملاقات نکنه. ببینید عاقبت ها، ببینید زندگی ها. سید الشهدا گفت این خیمه کیه؟ گفتن که عبیدالله ابن حر جحفی. امام خودشون بلند شدن، رفت جلو خیام. وقتی نگاهش بهش افتاد گفت سید الشهدا، گفت که میدونی که مردم کوفه برا من نامه نوشتن، برا دعوت کردن. گفت سید الشهدا مردم وفا ندارن، قلبشون با تو نیست. تو بیا این شمشیر رو اسب منو بگیر، منم فکر نمی کنم این کار عاقبت داشته باشه، منم به راه خودم میرم. سید الشهدا چی بهش گفت؟ چی صحبتی کرد؟ فرمود خودم شنیدم از رسول خدا. جوونا ببینید چی گفته رسول خدا در مورد اهل بیت. فرمود سید الشهدا به حر، خودم شنیدم از رسول خدا که فرمود و هو یقول من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم علی حقهم الا اکبه الله علی وجهه فی النار. خودم شنیدم اگر کسی ناله اهل بیت ما، طلب اهل بیت ما رو بشنود و ما رو یاری نکند، خدا با صورت میندازدش تو جهنم، یعنی به بدترین صورت. اجازه بدید یه جمله عرض کنم. دوستان عزیزان، گاهی وقتا آدمای جاهل شبهه میاندازن، جوونا خامن، این شبهه ممکنه در اونها اثر کنه. چقدر شبهات تو جامعه هست در مورد اهل بیت که مگه در خونه اون زمان بوده؟ مگه امیرالمومنین غیرت نداشت که زنشو فرستاد پشت در؟ آدم بی سواد، آدمی که ولا نداره. بعد جوون میشنوه ممکنه انعطاف نشون بده. نصیحت میکنم به شما که شما جزو اینا نشید، این حدیث مصداق برای شما نشید. بعد سید الشهدا فرمود فاتق الله، خدا رو تقوا پیشه کن در راهت. ان لا تکون ممن یقاتلنا، از اونایی نباش که با ما داره می جنگه. فوالله، قسم خورد سید الشهدا، فوالله لا یسمع
واعیتنا احد ثم لم ینصرنا الا هلک. اگر کسی واعیه ما رو یعنی یاری ما رو بشنود اما ما رو یاری نکنه، این هلاک میشه. این عبیدالله ابن حر جواب امام حسین رو نداد، رفت. بعد جزو لشکری شد که جلو مختار ایستاد. بعد با اختلاف پیدا کرد با اون لشکر، انداختنش تو زندان. از زندان که آمد بیرون ترسید از اونها، سوار اسب شد، اسب دم فرات رم کرد، پاشگیر کرد به رکاب، اینقدر زمین زد او رو و آخرش هم غرق شد. کجا؟ ابی حمزه بطائنی، این یار دیرین امام صادق. ببینید عاقبت ها چیه. انسان ها دو گروه هم، گروهی که عاقبت به خیر میشن، گروهی از راه راست منحرف میشن. این ابی حمزه بطائنی از یارای امام صادق و امام موسی بن جعفر است علیه السلام. پولای موسی بن جعفر دستش بود. امام موسی بن جعفر که از دنیا رفتن، خب مردم با امام رضا بیعت کردن. این جلوشون ایستاد، گفت نه، برای اینکه پولا رو نگه داره، پولای موسی بن جعفر رو. گفت نه، موسی بن جعفر روحی له الفدا. امام موسی بن جعفر از دنیا نرفته بلکه زنده است، به آسمان پرواز کرده. واقفیه در امامت امام رضا وقف کردن، امامتش رو قبول نکردن. بعد سلسله واقفیه رو درست کردن به خاطر چند تا دینار، به خاطر چند تا شیطون. وقتی که این پول سکه زده شد، این سکه رو برمی داشت باهاش بازی میکرد، میگفت خدایا خوب چیزی برام درست کردی، خدایا خوب چیزی برام مهیا کردی، خوب چیزی را آماده کردی که بتونم بنده ها رو گول بزنم. و تاریخ نشون داره میده اکثر اینا که از جاده خارج میشن، عزیز من، فرزند عزیزم، پیمان و عهد با اون طریق اول از طریق زهرا سلام الله علیها است. فاطمه زهراست. پیامبر وقتی فاطمه زهرا رو میدید تمام قد می ایستاد. فاجلسها مجلسه، میگفت فاطمه جان جای من بنشین. سرش رو میگذاشت رو سینه حضرت زهرا، استشمام بهشت رو میکرد. بعد عایشه اعتراض کرد، گفت عایشه تو چی میفهمی؟ تو چی میکنی؟ این چیزا کار تو نیست. من بهشت رو از فاطمه میبورم. قرآن کریم هم خدا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت اهل بیت. اولی الامر اهل بیتن. اطاعت اونا چجوری محقق میشه؟ به چه نحوی حاصل میشه؟ خدا از ما چی خواسته؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 محور نهاده شده: الصلاة، الزکات، الحج، الصوم. بعد میفرماد والولایه. امام توضیح میده و ما نودی به شیء، خدا ندا نکرده به چیزی، مثل ما نودی بالولایه. خداوند متعال چیزی رو نخواسته مثل خواستن ولایت. یعنی اگر کسی ولایت داشته باشه، کسی ولایت مدار باشه، کسی محب حضرت زهرا باشه، اسلامش کامله. بنی الاسلام علی خمس. و الا اگر ولایت نباشد این ارکان لغزنده است.
الان چقدر ما سنی داریم، چقدر تو دنیا تبعیت میکنن، 4 ساعت وای میسن نماز میخورن، جون خودشون طول سال روزن، پول بذل میکنن که آدم سر ببرن. آدمی که موش پرست است شرافت داره به این دین. آدمی که دین کاذب اتخاذ کرده شرافت داره به این دین. میدونید چرا؟ چون به نام خدا بهترین بنده خدا رو روز عاشورا جلو چشم سر. این چه بشریته؟ این کجاش دینه؟ بهترین بنده خدا رو به خاطر اینکه دفاع میکند از جانشین رسول خدا بین در و دیوار قرار. نامه نوشته معاویه، خدا لعنت کنه معاویه رو، نامه نوشته به عمر. ببینید اینا چه بشری بودن. گفت من چجور من به نحوی این در رو بر بدن فاطمه شدم که نالش رو شنیدم، نالش رو شنیدم. اینا کیانی که این کارو کردن؟ اینا چه کسایی که مرتکب این امر شدن؟ اینا امت رسول خدا بودن. اینا روز عاشورا عمر بن سعد میگفت برید جونتون رو بدید، بهشت وعده شماست. چون ولایت نیست، چون از ولایت دورن، منحرف شدن. خب خدا انسان رو خلق کرد، در مورد انسان بیان کرد که عده‌ای از انسانها به این گونن، عده‌ای از اونها به اون گونن. بعد یه تذکرم داد، فرمود انسانها یه دشمنم دارید، قسمم خورده، به عزت منم قسم خورده، به عزتی قسم خورده، لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. همه رو گولشون میزنم، اما یه گروه، اونایی که خالص باشن. آقا اینایی که شیطان درشون نفوذ نکرده، اونایی هم که زهرایی بودن، با حضرت زهرا پیمانشون رو بستن، با سید الشهدا پیمانشون رو بستن. لذا رسول اکرم وقتی قنداقه سید الشهدا رو بهش دادن، از آن گفت، اقامه گفت، گریه کرد. فرمود فاطمه زهرا بابا جان چرا گریه میکنی؟ فرمود دخترم الان جبرائیل به من خبر داد این فرزند مرا در کربلا قطعه قطعه میکنه. یه جمله رسول الله فرموده که قابل تأمله. بعد گفت دخترم یه عده‌ای خواهند آمد، من نمیدونم ما مصداقی یا نه، یه عده‌ای خواهند آمد که این نام رو زنده نگاه میدارن. قسم خورده گولشون میزنم. خدام چه جواب داد؟ گفت خودت و هر کسی رو که گول زده ای همه رو تو جهنم قرار میدم، اجمعین، همه تون رو. لذا انسان باید مسیر رو انتخاب کند که الگوش سید الشهداست، الگوش فاطمه زهراست. انشالله خدا توفیق بدهد در شبهای آینده شمه ای از فداکاری فاطمه زهرا رو به شما بگم که این زن چه مقامی داشت که خود رو فدای امیرالمؤمنین کرد، چه مقامی داشت که خود رو فدای ولایت کرد. به خدا قسم اگه فاطمه نبود امروز از تشیع خبری نبود. دوستم عزیزم فرزندم کم نذاری، قبر سخت است، قبر تاریک است، قبر تنگ است، مشکلت زیادی در قبر داری،
تنها کسی که میتواند نجاتت دهد اهل بیتم. لذا در روایت فرمود مؤمن رو که در قبر میگذارن امیر المؤمنین روحی له الفدا، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین روحی لهم الفدا حاضر میشن، به نکیر و منکر میگن ملاحظه کن این بنده خوب ما بوده، این پشتیبان ما بوده، تو گرمای سوزان پا برهنه به عشق زهرا حرکت میکرده، به سینه میزده، به سر میزده، نام زهرا رو که میشنیده بیتاب میشده. چه خبر از خانه امیر المؤمنین؟ دیگه روزای آخر فاطمه زهراست. این بدن به قدری لاغر شده بود که تعبیر روایات دارد کرد حیات. زینبم یه درد دلی کرده است، خدایا مادرم را کجا میبرم؟ 5 سال بیشتر عمر نداشته. میدونید بچه به مادر خیلی علاقه. خدایا مادرم را کجا میبرم؟ گمانم برای شفا میبرم. زینب جان مادرت دیگه بر نمیگرده. منو خانه داری، منو غمگساری. 5 سال بیشتر عمر نداشته. خدایا تمام مرا میبرن. تعبیر خیلی دقیقه. تمام وجود خانه به مادره، اونم دختر. مادرم رو کجا میبرید؟ مرا چرا تنها میگذارید؟ کجا میبرندت؟ کجا میبرندت؟ خدایا گل من که نیلی نبود. اصحاب مقاتل میگن تا آخرین لحظه صورت خودش رو پنهان کرد. هم از امیرالمؤمنین پنهان کرد، هم از بچه‌های خودش. بگم زینب جان طاقت نیاوردی مادر رو در این حال ببینی؟ بمیرم. زینب جان کربلا بالای تل زینبیه چه مشاهده کردی؟ اکتفا به اون هم نکردن. دستور داد 10 نفر نعل تازه به سن اسباشون بس